امروز اومدم منطقه رینکبی، بهش میگن لیل آفریقا و لیل سومالی. یه رستوران است به نام مطعم المائده. میشه گفت 99% مشتریاشون آفریقایی هستند. جنمت آفریقاییه. میریم داخل تا ببینیم چه خبره. مطعم المائده. السلام علیکم. ورحمة الله وبركاته. اهلا و سهلا. يا هلا ومرحبا. Jag ska äta här idag. Vilken mat du har? Kan du? فينيش مندي. Mandi. شوت مدريس. och زيجني مع حبش. och برياني اسمه شوت مدريس. Okej. och حنيف. شوت مدريس också. Och det är från يمن. Yemen. Ja, och مندي يمن. Mandi Yemen. Och Zegni زيجني مع حبش. Habesh. اثيوبيا. Etiopia, Eritrea. Och den biryani برياني från هنديا. India. Och den andra, فلافل. فلافل رولة. ja, den mat سوريا. Syrien. Okej. معصوب عريكة. مات يمن. Yemen. يمن ja. Och det är معصوب عريكة. dessert. Här är dessert, ja. Och chapati, var det chapati? شبكي اوكي. يمن. Yemen. مات يمن. Somali och Yemen. يمن och Somali. Och Somalia. Ja, precis. Okej. Då jag ska beställa en lammandi och en masob. Okej. Så jag ska äta här. Okej? Ja, äta här. Al tiempo. Al tiempo. Dricka eller? Nej, bara vatten. شفتوا؟ Ja, tackar, tackar. Jag sitter här. این یه غذای یمنیه. در واقع آشپزش هم همین که برام کشیدینو، اونم یمنیه. اسمش هم حمید بود. البته چند بار اینجا اومدم برای خوردن. غذاهاشون خوبه. بعد تقریبا غذاهای مختلف دارن که من این انتخاب کردم. این گوشت گوسفنده، فوق العاده نرمه و لذیذ. و این یه رقم سبزی دارن که کلمه تقریبا تمام غذاهاشون هست. تو کشورهای عربی بهترین آشپزا مال یمنن. یعنی هر کجا برین تو آشپزخونه های کشورهای آفریقایی و یا کشورهای عربی شما میتونید ببینید. از این ترشیشون هم خیلی خوشم میاد. ترشی نمیشه گفت، در واقع همون روز درست میکنن و همون روز هم مصرف میکنن. تندش هم کاملا مناسبه. و تنها کسایی که برنج و این ما ایرانی رو درست میکنن همین مال یمن. اگه نگاه کنی ببینید چقدر برنجاشون. از اگه بقیه کشورها خمیر درست میکنن، یعنی تنها جایی که برنجشون اینجور دوندونه و باسماتی رو میتونن در بیارن این ما ایرانی ها همین یمنی ها هستن. شاید هم به خاطر اینه که آشپزاشون خیلی
مشهورن، یعنی بهترین آشپزای رستوران‌های عربی هر کجای دنیا برین همین بچه یمن رو میتونی پیدا بکنید. اینا جفتشون هم غذا رو دارن با دست میخورن. یعنی تقریبا 90% کسایی که میان اینجا من دیدم در اثر اون اعتقادات مذهبی که دارن با دست میخورن غذا رو. غذام تموم شد. حالا منتظر دسر هستم. یه دسری دارن به اسم ماسوب که قبلا توضیح داد، قبلا هم خورده بودم. فوق العاده چیز مقوی و خوشمزه ایه. رومانتیک جنرال شو اندازه خوشحالم که ویدیوهای این پادکست رو تماشا میکنید. با تشکر از سابسکرایب و لایک شما.